موهیره فرزند اول را در راه تولد کرده است. همراه مادرش طفل 3 ساله حالا چوپانی میکند. پدر و مادر ماهیره چوپان بودند. خود نیز از خردسالی قفای رمه میدوید. خواستگارها را به خاطر بچه چوپان رد کرده است و حالا زندگی در دشت و دمن با او برایش خوش میگذرد. شما دادم وظیفه شما. عموما طوری اسب سوار شدن مشکل نیست برای زن. در خواجگی زادپروری تبله 30 نفر زن چوپانی میکند. آوانی شوروی نیز از 60 نفر چوپان 50 نفرش زن بود. پدر بابا گذشتگی همه به همه سوهای چاروداری که مشغول هستند و من همه گفتن در کار که همه زنهای چوپان زنهایی که در ما هستند از دوره کودکی در همه قطعی مال کلان شدند و همه وقتی که به چراگاه توستان میرن خرسند هستند از همه کاری کردگی خودشون از محصولات نوکی خودشون بسیار خرسند هستند. فیروزه 5 سال است مستقلانه چوپانی میکند. کودکان مکتبخوان را در تربیه بابا و بیبیشان مانده است. عادتا زنان نوادت را غیر از کودکان شیرخوار خویشاوندان نزدیک نیز همراهی میکنند. میریم خیمال دا میریم از سر و عبید میم مول خول داریم او داریم میجوشیم همش هست خیلی مردکم میارن خروکه پروکن خیلی تامین میکنن سازش کرد. زنان چوپان 400 سامانی معاش میگیرند. البته این برای بردن زندگی بسنده نیست. 200 چاروای خود را نیز با رمه خواجگی نگهبانی میکنند و تأمین مالی زندگی از حساب فروش چاروا است. زندگی پرتردد و گیرامون جمعی را ترک کردند. ماها از حیات دست جمعی دور هستند. یگانه منشأ اطلاعات از عالم بیرون همین یک رادیو هست که از آفتاب انرژی میگیرد و گاه به خاطر شنیدن موسیقی یا خبر صدایش در مسکنهای موقتی دهمرده ها بلند می شود. چوپان را مردم تهجایی دهمرده نیز میگویند. یعنی توان یک چوپان را به 10 مرد برابر میدانند. در یک موسم قریب زنهای چوپان 300 کیلومتر راه می روند. در زندگی خود امتیازهایی می بینند که به فکر آنها دیگران از آن بی‌نصیب هستند. جز هوای تازه و سرچشمه معتمدی درآمد، کسب معاش باز به این می‌فخرند که از جا به جا کوچیدن آنها باعث شده است در یک فصل 3 مرتبه اول بهار را ببینند.